یا خانمی که ایده داری برای کسب و کارت و میخوای یک ایده جدید پیاده سازی کنی، رو سایت بالا بیاری و شروع کنی یک فروش یه محصولی رو انجام بدی، یه نکته بهت میگم حواست باشه. شما نباید فکر کنی که وقتی یه کاری داری انجام میدی همون لحظه، همون شبی که سایت رو زدی، فروش میلیونی داشته باشی. این نکته خیلی مهمه. شما باید روی این سایتتون کار کنید، باید یکم بمونه این سایت. حداقل من موردایی که داشتم بعد از 1 سال جواب گرفتن. توی 1 سال روی سئو سایتشون کار کردن، روزانه مطلب گذاشتن، محصول گذاشتن، 1000 تا فعالیت کردن، معرفی کردن، حالا اینور اونور، و سایتشون رو معرفی کردن تا شد فروششون آغاز بشه. این خیلی مهمه. فکر نکنید که الان بعد از اینکه مثلا ما بعد از 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه وقتی که سایتی که به شما تحویل میدین فکر کنید که حالا فروش من شروع میشه میلیونی. نه، این خبرا نیست. فقط شما باید رو سایتتون کار کنید، بحث سئو رو خیلی جدی بگیرین، از دستش ندین. سئو رو حتما باید روش کار کنین، یکم فعالیت داشته باشین رو سایتتون و بعد از 1 سال مطمئن باشید جوابشون میگیرین. جواب تمام اون فعالیتایی که اون 1 سال انجام دادین برای سایتتون، حتی زودتر هم میتونین جواب بگیرین، ولی حتما باید در نظر داشته باشین. ویدیو دیگه هم ببینید، نکات خیلی مهمی میگیم.